میدونستی یه نفر که تاجر خز بود باعث ایجاد کمپانی بزرگ توی آمریکا شد؟ در فرانسه سال 1907 گروهی به نام فیلم هنری تشکیل شد که هدفشون نمایشنامه‌های بزرگ از طریق فیلم به مردم بود. برای همین از بازیگران تئاتری کمدی فرانسه در اون زمان فیلم برداری می‌کردن و حتی رقصنده‌های باله که در اون زمان توی فیلم‌های صامت قرار داشتن و خیلی راحت دیالوگ‌هاشون رو میگفتن و دقیقاً بازی‌هایی رو که روی صحنه تئاتر داشتن توی صحنه فیلم برداری هم اجرا می‌کردند. صحنه سازی‌ها تو اون زمان دقیق‌تر و خیلی خفن‌تر از اون موقع که توی استودیو انجام میشد. اونا سعی میکردن این صحنه سازی ها رو خیلی خوب انجام بدن، ولی خب پشت دوربین همون نقاشی ها و پرده دو بعدی که بود دیده میشد. توده مردم از فیلم هنری خوششون نمی اومد. الان هم یه همچین فضاهایی داریم دیگه توی سینماهای مختلف. اما عده‌ای که بهشون اشخاص محترم میگفتن دغدغه‌شون دیدن نمایشنامه‌های کلاسیک در سینما بود و علاقه داشتن به این چنین فیلم ها. برای همین به دیدن فیلم های هنری می رفتن. بعد از اون تهیه کننده های آمریکایی نمایشنامه های شکسپیر رو فیلم برداری کردند. ایتالیایی ها هم باز هم ساخت فیلم های با شکوه تاریخیشون قوت گرفت. بالاخره بازیگرای آلمانی هم به سینما علاقه‌مند شدن و توی فیلم‌های هنری شرکت کردند. انگلیسی ها هم از شکسپیر و دیکنز الهام می‌گرفتن برای فیلم‌هاشون. درسته که این فیلم‌های هنری به پای فیلم‌های حقیقی سینما مثل فیلم دزدی بزرگ قطار نمی‌رسید، ولی لااقل تهیه کنندگان فهمیدن که فقط نباید فیلم‌های ملودرام سخیف و کمدی‌های سبک ساخت و این چنین فیلم‌هایی رو هم میشه ساخت. در واقع فیلم هنری آبرویی برای سینما به دست آورد. یکی از ویژگی‌های دیگه فیلم هنری، فیلم‌ها ساختشون از یک حلقه فیلم تجاوز کرده بود و به فیلم 4 حلقه‌ای و حتی بعضا فیلم 8 حلقه‌ای تبدیل شده بود. مثلا سارا برنار، هنرپیشه معروف تئاتر اون زمان، در سال 1912 در فیلم نمایش ملکه الیزابتش که بازی کرد فیلم 4 حلقه‌ای ساخته شد. یا فیلم‌های ایتالیایی، مدت زمان ساخت فیلم ها بالا رفته بود و حتی بعضا به 8 حلقه هم می رسید. ولی آمریکا فیلمهاش از یک حلقه تجاوز نمی کرد. یک شرکت انحصاری به نام تراست توی آمریکا وجود داشت که از بزرگترین تهیه کننده ها و توزیع کنندگان آمریکا در این شرکت کار می کردن و این شرکت تلاش می کرد که از طریق تمام شعبه‌های خودش که توی آمریکا وجود داشت انحصار فیلم توی آمریکا رو فقط دست خودشون باشه و تلاش میکرد از طریق شعبه‌های خودش در آمریکا انحصار تمام فیلم‌ها رو به دست بگیره. امتیاز دستگاه‌های فیلمبرداری و نمایش فیلم رو میفروخت، اما به یک شرط و اون شرط هم این بود که دوربین‌ها رو فقط به کسانی میفروخت و دستگاه نمایش‌ها رو هم همینطور که اونها عضو این شرکت باشن و فقط هم تو سالن‌های نمایش شرکت تراست نمایش داده بشه و باید از افشای نام بازیگرها هم توی فیلم ها خودداری کنن، چرا که بعدها مشهور بشن درخواست حقوق بیشتری رو داشته باشن. اعضای این شرکت معتقد بودن که این وضع موجود
باید حفظ بشه و کسانی هم که میرفتن شرکت‌های مستقلی برای خودشون توی حوزه فیلمبرداری میزدن دشمن خونین میشدن. یه جور مافیاتوری که الان هم توی سینماهای کشورهای مختلف داریم این قضیه رو، ولی خب حالا هر کدوم به سبک و سیاق خودشون و خیلی اوضاع خیته. آره. فردی به نام آدولف زوکر که تاجر خز بود. حالا میگی چرا اصلا؟ شری جون، آدولف زوکر چه ربطی به این برنامه داره؟ صبر کن، کم صبر داشته باش. بهت میگم فرزند گلم، لایک و سابسکرایبم یادت نره. مرسی. خب آدولف زوکر به سینما روی آورد و اومد حق فیلم ملکه الیزابت رو خرید و رفت شرکت تراست و میخواست اعضای تراست رو قانع کنه که این فیلم به خاطر اینکه سارا برنار توش هست میتونه فروش خوبی داشته باشه و مردم به خاطر این بازیگر 2 ساعت فیلم رو تماشا میکنن. اما اعضای تراست قبول نکردند. بعد از اون زوکر فیلم رو برد پیش کسی به نام دانیل فرومان که یکی از مهمترین تئاترهای نیویورک رو داشت اون زمان و پیشنهاد این فیلم رو بهش داد برای نمایشش و اون هم قبول کرد و در سال 1912 اولین فیلم 2 ساعته و با بهای بلیت $1 فروخته شد. اونم توسط کی؟ آدولف زوکر که فقط یه تاجر خز بود و این موفقیت بزرگ زوکر باعث ایجاد سازمان هنرپیشگان مشهور در اون زمان شد و شرکت پارامونت که حالا نمیدونم توی انیمیشن های قدیمی یا فیلم های قدیمی پارامونت که از کمپانی خیلی معروفه تو بعضن تو فیلم ها دیده میشه توی فیلم های قدیمی که از بقایای دقیقا همین سازمان هنرپیشگان مشهور هست. خب مرسی که برنامه رو تماشا کردی، مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. خب حالا که تا آخر ویدیو اومدی لایک و کامنت خارجی و سابسکرایب یادت نره. مرسی که منو حمایت میکنی. تا برنامه بعد، خدافظ.